سلام، الهام هستم. امروز میخوایم براتون گرد بافی رو آموزش بدیم. گرد بافی با پایه های بلند. شما میتونید از رنگ های مختلف استفاده کنید یا اینکه تک رنگ ببافید به اون صورت. برای اینکه پیدا باشه من از کاموای ضخیم دارم استفاده میکنم. خب اول کار باید یه حلقه جادویی بزنید. پس کاموامون رو میگیریم توی دسته چپمون. اگه شما دست راستید، کاموا تو دست چپ و قلاب توی دست راست. یه حلقه جادویی میزنیم. به چه صورتی؟ به این حالت. به این صورت روی هم قرارش میدیم و توی دستمون نگهش میداریم. قلاب رو از داخل این قسمت وارد میکنیم، حلقه کاموا رو ازش میکشیم بیرون. ببینید این کاموا. بعد میندازیم گل نخ و از داخل اون حلقه میکشیم بیرون. من از دوربین دارم نگاه میکنم و مسلط نیستم کاملا. به این صورت 3 تا زنجیره نیاز داریم. به این حالت اینا رو بهش میگیم زنجیره شدن. چرا زنجیره زدیم؟ چون زنجیره به عنوان یک پایه هست. اول کار برای هر کاری ما زنجیره میزنیم. نه ببینید کاموا رو میندازیم روی میز و از داخل حلقه قلاب رو رد میکنیم. کاموا رو میاریم بیرون. الان 3 تا داریم، 3 تا حلقه داریم. خب حالا میایم با استفاده از کاموای بیرون که با قلاب کشیم، 2 تا رو یکی میکنه از داخل اون 2 تا. ببخشید من دید درستی ندارم اینجا. به این صورت 2 تا رو یکی میکنیم. دوباره 2 تا مونده، به این حالت یکیش میکنیم. خب یه بار دیگه به این صورت 2 تا یکی میشه و 2 تا یکی میشه. الان 3 تا پایه ما زدیم. 12 تا 15 پایه میزنیم. من سریع بزنم تا بریم سراغ بست. 4 5 6. شاید بگین که چرا این حلقه ما بزرگه. حلقه رو در پایان که 12 یا 15 پایه رو زدیم، اون سرش رو میگیریم میکشیم، حلقه جمع میشه. چند تا شد؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا. 3 تا دیگه بزنم. 10 11 12. ببینید حلقه رو، حلقه درشته بزرگ. این سر رو گفتم این میکشیمش. ببینید جمع شد. به این حالت جمع شد. خب حالا چیکار میکنیم؟ حالا یه بست نیاز داریم. اینا رو بهش میگیم گندمی. ببینید اینها رو بهش میگیم گندمی که بالای هر پایه هست. پس توی اولین گندمی قلاب رو وارد میکنیم که از اون طرفش بیاد بیرون و بعد کاموا رو از توش در میاریم، با اون یکیش میکنیم. به این صورت یکیش کردیم الان. خب حالا رج دوم ما باید توی هر گندمی 2 تا پایه بزنیم، چون میخوایم دایره بشه و بزرگ بشه. اول کار گفتیم چی کار میکنیم؟ 3 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3. به این حالت. حالا شروع میکنیم توی گندمی هامون بریم. پایه رو میزنیم توی هر کدوم 2 تا پایه. توی هر کدوم 2 تا پایه. ببینید کنار هم دیگه قرار میگیره. میریم گندمی بعدی این میشه 2 تا پایه. خب چون من اینجا چند تا زدم؟ 12 پایه توی رج اول زدم. رج دوم باید 24 تا پایه داشته باشم، نه کمتر نه بیشتر، چون داریم ما تو هر پایه 2 پایه میزنیم. ببینید به این حالت میبافیم تا اینجا تموم بشه. خب ما 24 تا پایه رو زدیم، بستم زدیم. میام سراغ رج بعدی. رج بعدی یه دونه 2 تا پایه میزنیم، یه دونه تکی میزنیم. خب اولی رو 3 تا زنجیره میزنیم، میایم بالا. این یه دونه است. توی بعدی ما کنارش به این صورت، بخشی در اومد، به این صورت میبافیم 2 تا پایه. 2 تا پایه. توی بعدی یه دونه تک پایه میبافیم. دوباره 2 تا پایه و یه تک پایه. خب به این حالت یه 2 تا یه دونه یکی. این رج رو میبافیم تا آخر، میشه 36 تا پایه. خب این رجم تموم شد، بستش رو زدم من. حالا شروع می‌کنیم رج بعدی. رج بعدی 2 تا تک پایه میبافیم، یه 2 تایی، یعنی یه دونه از اینا که 2 تا دوبل به میگیم پایه، 2 تا پایه میخوره اینجا و 2 تا دونه تک میخوره کنارش میبافیم. چقدر ما باید اینو ببافیم؟ به اندازه اگه بخوای لیف ببافی میذاری کف دستت به اندازه کف دستت. به این صورت دایره کف دست میبافی. 2 تا ازش نیاز داری. اگه میخوای زیر قابلمه‌ای باشه به همین صورت دایره‌ای میبافی تا هر سایزی که دوست داشتی بزرگش میکنی. باز اگه خواستی دم فرشی بشه به همین حالت میتونید ببافید دایره وار و بزرگش کنید. این خیلی ساده است. پس گفتیم که به این حالت ما میتونیم ببافیم. یه 2 تایی میزنیم و این 2 تا پایه تکی شد. حالا یه 2 تایی به این صورت. دوباره 2 تا تکی، 1 2 یه 2 تایی.
خب تا آخر هر رج شما نگاه کنید ببینید که آیا چین خورده. ببین بعضی موقع اینجوری میشه چین میخوره، این یعنی شما اضافه داری میبافی، زیادی اضافه کردی پایه ها رو، یا اینکه بعضی موقع کیس میفته به این صورت جمع میشه یعنی کم اضافه کردی. اینها که اشکالات بافتمون میشه. پس باید خودتون هر رجی رو که میبافید پهنش کنید، صافش کنید، ببینید آیا صافه یا اینکه نه چین داره یا کیس داره. نسبت به اون شما پایه ها رو اضافه میکنید. رج بعد گفتیم که 2 تا پایه تکی میزنید، یه دوتایی. دوباره رج بعدی 3 تا تکی، یه دوتایی. 4 تا تکی، یه دوتایی. 5 تا تکی، یه دوتایی. تو موقعی که 5 تا تکی، یه دوتایی میخوای بزنی ممکنه یکم چین بخوره. اگه دیدی داره چین میخوره، تعداد پایه های تکیت رو بیشتر کن. مثلا کن 6 تا پایه. بستگی داره به دست شما که سفت میبافید یا شل میبافید. اینا رو باید دقت کنید، خودتون باید نگاه کنید و ببینید به چه صورتی. خب 2 تا دایره میبافید و بعد میان با هم دیگه اتصالشون میدید. اتصالش رو میذاریم برای جلسه بعدی. خب شاید بگی که رنگی که من استفاده میکنم باید چه رنگی باشه؟ خب رنگتون چه رنگی باشه؟ شما چند مدل میتونید، به چند روش البته میتونید انتخاب داشته باشید. یکی اینکه بر اساس فنگشویی قوای شخصی اون طرفتون و عنصر وجودیش رنگش رو در نظر بگیرید. میتونید از روی ماهشون عنصری که داره باز رنگش رو در نظر بگیرید. و یه جور دیگه هم انجام میدن، البته چند مدل این کار رو انجام میدن که من زیاد دیگه واردش نمیشم. یکی دیگه این که خود اون شخص به چه رنگی علاقه داره، ببین چی رو دوست داره. وقتی که اون رنگ رو دوست داشته باشه، نیاز داشته باشه، یعنی چاکرای اون که اون رنگ مخصوص چاکراشه بهش نیاز داره. پس شما نسبت به خود اون بیاین چاکرا که رنگ رو شخص به شما میگه رنگش رو انتخاب میکنید. مثلا من میگم من رنگ قرمز رو دوست دارم، پس میشه چاکرای ریشم. خب میام توی عنصر فنگ شویی میگم قرمز من دوست دارم، قرمز میشه رنگ آتش. آیا عنصر من آتشه؟ بر اساس ماه هم عنصر آتش من قرمزه. بازم باید ببینیم چه رنگی نیازه. میتونی هم که این کارو نکنی، دلخواه خودت استفاده کنی. اینو بستگی به خودتون داره دیگه. براتون گفتیم که با بافتنی آرامش پیدا میکنید. من خودم شخصه وقتی که ناراحت میشم، عصبانی هستم، دلم میگیره، قلاب بافم سریع‌تر میشه، خیلی تندتر میتونم ببافم و آرامش پیدا میکنم. ذهنم آرومتر میشه. قلاب بافی خیلی به آدم آرامش میده. سرعت کارم با دستم خیلی زیادتره. میتونی همون جور که داری این دونه ها رو میبافی برای خودت تمام نعمت هایی رو که داری تو ذهنت بیاری. بگی خدای شکرت من سالمم، خدای شکرت الان دستم سالمه و دارم میبافم، خدای شکرت که این کام رو دارم من، خدای شکرت من هنرمندم، اینا نعمته، خدای شکرت بچه دارم، خدای شکرت مثلا درس میخونم، حالا متأهل نیستی، بالاخره هر چیز رو، خدای شکرت پدر و مادر دارم، خونه دارم، زندگی دارم. هر چیز رو میتونی براش شکرگزاری انجام بدی. همین کار رو انجام میدی و شکرگزاری میکنی به این صورت. خب دوستان عزیزم، من چون تازه وارد شدم توی یوتیوب، لطف کنید کانالمون رو سابسکرایب کنید، برام لایک بذارید و یه پیامی هم بذارید. حالا دوست دارید بنویسید فنگ شویی، بنویسید عنصر، به عنصرتون ماه تولد، فقط یه چیزی برای من کامنت کنید. ازتون ممنونم. الهام هستم. متشکرم از شما. خدا نگهدارتون.